قبل از شروع ممنون میشم ویدیوی ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. وقتی که مادر بزرگم فوت کرد تصمیم گرفتیم منو به وصیت خودش داخل مسجد دفنش کنیم. مسجدی مخوف که دور تا دورش رو قبرستون احاطه کرده بود و اطرافش پر از زمین‌های کشاورزی بود که آدم حتی تو روز روشن هم تنهایی اونجا نمیرفت. ما به خاطر اینکه موقع مراسم خاکسپاریش حضور نداشتم یه شب تصمیم گرفتم برم پیش مادر بزرگم تا یه فاتحه‌ای براش بخونم. وقتی که رسیدم قبرستون دیدم که در مسجد بازه، انگار کسی اونجا بود. در حال رفتم داخل مسجد و کنار قبر مادر بزرگم نشستم و میخواستم یه فاتحه‌ای بخونم که یهو دیدم در مسجد دوباره باز شد. گفتم لابد به خاطر باده. که رومو برگردوندم دیدم پارچه سیاهی که روی قبر بود دیگه نیست. استرس داشتم، انگار یک نفر داشت نگام میکرد. و همین موقع دیدم یه خانم چادری دور پرده های پنجره رو کنار میزنه، اما سریع غیب شد. منم از روی ترس و کنجکاوی رفتم سمت پنجره تا ببینم بیرون چه خبره که یک دفعه خشکم زد. یه زن ترسناک اون بیرون وایستاده بود و نگام میکرد. از وحشت زیاد سریع از مسجد اومدم بیرون و از اون طرف قبرستون فرار کردم. اما اتفاقهایی که اون شب برام افتاد رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.